سلام، فرشه هستم. امروز میخوایم شیرینی نارگیلی توی فر دستساز درست کنیم. 3 عدد سفیده تخم مرغ رو به همراه پودر نارگیل، شکر، روغن مایع و 1 قاشق مرباخوری آب لیمو مخلوط کنید و روی حرارت ملایم به مدت 5 تا 8 دقیقه مداوم هم بزنید. مواد به هیچ عنوان نجوشه، فقط داغ بشه تا دونه های شکر باز بشه. مقداری از مواد رو بین 2 انگشت تست کنید. اگر دونه های شکر رو احساس نکردین یعنی داغ زدن کافیه. حرارت رو خاموش بکنید، اجازه بدین کمی خنک بشه. مواد رو داخل قیف بدون ماسوره بریزید، کف سینی یا تابه کاغذ روغنی بندازید و از مواد با فاصله پایپ کنید. نوک انگشت دستتون رو چرب کنید، تیزی مواد رو بگیرید و به دلخواه تزیین کنید. به مدت 15 دقیقه روی حرارت ملایم بذارید. وقتی دورش طلایی و ترکدار شد حرارت رو خاموش کنید.